سلام همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. حالا خیلی وقت بود که اینجوری گوشی نگرفته بودم، ولی یه مسئله پیش آمد که گفتم بیام و اینجوری با هم صحبت کنیم، یعنی نظرمو شیر کنم. یه اتفاقی که واسه خودم افتاده و من خیلی خودمش فکر کردم این چند وقت، این که اگر کسی از شما تعریف میکنه بنا به هر چیزی، اگه مثلا میگه خوشگلی یا میگه موفقی یا میگه خیلی کارت درسته یا هر چیز دیگه ای که تعریف خوب محسوب میشه، میتونی در جوابش بگی مرسی، ممنونم. نیاز نیست بگی نه بابا، مثلا میگه خوشگل، نه بابا من که زشتم، مثلا میگه چه خوب، مثلا چقدر آدم مثلا با اعتماد به نفس و خوبی هستی، میگی نه بابا اینم که دیگه همه میخونن، این مدرکم که همه میگیرن فلان. من این خیلی ویژگی رو دارم، من آدم با اعتماد به نفسیم ولی این عیبو دارم و این چند وقت هر کی بهم هر چی میگه نه بابا چیزی نیست که اینو که همه انجام